баъзе гурӯҳҳое ҳастанд ки корҳои ифлоси гурӯҳҳои ҷиноятпешаро иҷро мекунанд. онҳо хаткашонӣ мекунанд, маводи дархостшударо бошад ба ҷои лозима мерасонанд. ҳама гуна маводро ҳамин хел? айнан. ҳадаф инсон ҳам буда метавонад. маводи мухаддир низ, пул низ, ҳатто бомба низ шуда метавонад. ҳар он чизе ки ба ақлатон оварда метавонед. каме пешак хабари пинҳонӣ гирифтем. ягон хаткашон меояд? сардорам рости гап, моҳияти корро намедонем. танҳо дар вақти муайян ҷоеро ки хаткашон бояд ҳозир бошад медонем. яъне шахсият ва чӣ бурдани хаткашонро намедонем? афсуски намедонем. вазъият рӯшан аст. аз ҳамин сабаб ин масъаларо ба қисми тақвият хабар додем. хаткашон кай ва дар куҷо мешавад? соати 2 дар вокзали ҳайдарпошо. ҳамаи медонистагиамон ҳамин. йигит, ту дастаҳоро омода соз. вақтамон хеле кам аст. итоат сардорам. бо диққат бошед. фаҳмидам сардорам. бехатарии гирду атроф тамин шуд? бале сардорам. вақташ расид. сардорам. шӯбҳанок наменамоянд. сардорам. ба фикрам пайдо шуд. ҳоло танҳо назорат кунед. дастгир накунед. сардорам, ҳамроҳаш силоҳ дорад. сардорам, ӯро дастгир кунед. ҳоло не. охир сардорам. ҳоло не йигит. танҳо назорат кунед. ایست پلیس. پلیس. خوشیگید با این آدم حالا گفتم مراجعت کنیم. خیلی پای برده سردارم. بعد از آنه که پولش به زمین افتاد یک لحظه از لنگیدن ماند. از دستانش پای بردم که پیر نیست. بگرش رو چی؟ برو نیز باز دارید. بیاناتش را گیرید. این شخص به کسی که ما شبه داریم احتمال ندارد. خیر کنی بینیم حالا همون چی میکشانده است. موادی میبردد کجاست ابله؟ احتمال این آدم کارواگونگ است. یعنی چی خیلی سردارم؟ برای کارهای افلاس به فکرم بسیار آلفته می نماید. از لباسهایش یگان چیز یافتید؟ نه سردارم، چیزی پیدا نکردیم. اگر چیزی کشانده‌اش در لباسهایش نباشد پس در بدنش است و معاینه بریدش. تنها یک جای پنهان کنی دارد. کنی بینیم چی پنهان کرده است. سردارم. گرسنه نماندی؟ گرسنه نماندم سردارم. الو لبه رانا؟ خوب بینم آمده ایستادیم. خوب میلش با قهوه خانه کیراز رفته در آمد آوریم. خوب میشود سردارم. نوک شده شد. سیر آدم تا به دکانش رکلامه میشود. بیا همین همه رو انتظار بودریست.
انا همین خیل. یعنی شروع میکنی؟ بله سردارم، همین هفته شروع میکنم. چی میشود نمیدانم. میتوانی. رانایی را که من میدانم از عهده این کار بنهایت آسان میبراید. تشکر سردارم. یعنی اکنون با تلویزیون میبرایی ها؟ روزنامه چی؟ از کاری روزنامه شد نیستم هنرپا. از آنجا میبرایم. غریشتکی کار میکنم. بعضا خبرهای مخصوص آماده میسازم. خیر با تلویزیون که برآمدی از این پس مشهور میشوی. چیش کن؟ هم خیلی نیگید؟ او الو مرکز در کجای حاضر؟ میدانید سردارم. در دوری های خیالم. بخیر شود. سلامت باشید سرکمیسر. انا همین خیل. این طور که باشد جشن میگیریم. امروز یک چیزی مخصوصی تیار کردم. کیروس این خیل نکن. نباشد ما شعبه ما رو با کلی به اینجا میکوچونیم. خیلی نخست رویتان رو بیشتر میبینیم. رویم رو؟ خوردن این چیزهای بالازد را دوام دیم به نزدیکی تنها اشکنبه هم رو میبینید. برای آمدنتون تشکر زیاد. برای دستگیریتون هم. با موفق شدنت باوری دارم رعنا جان. البته اگر رعنا پلیس میبود از همه ما بهتر میشد. اینش امیر 100%. سردارم گفتید در البته کدام وقتی که یگان واقعه رخ دهد زند قریب که از ما پیشتر در جای واقعه حاضر میشود. خودشان کمی حریصند. در برابر این مشتهایشان رو خیلی خوب کار میبرم. در آمد نام برنامه چی میشود؟ جای رویدادها. ماست برای تو ده خدا موفق کند. در برنامه اول چی هست؟ مسئله بازیچه فروشی که اوزندچیر بر روزنامه آورده بود و مرگ او و باز دنیای نامعلومی بچه های کوچه. با کار ما دخالت نمیکنی؟ نه سردارم، تنها در دوره خبرنگاری مبود و اگر یگان. خوب خانم ها ما رفتیم. نجیبه که از این پخت و پز نچشید. واقعا خوراک. برایتون چای میارم. اگر باشد من یک قهوه ترکی نوشم. آدمان مختلفن چیکار میکنی؟ قهوه نداری؟ این طور باشد در کار نیم. بیا سردارم بیا یکت. شخص شپناک از معاینه گذشت. نتیجه؟ چطوره که گفتید آدم کار و گم بوده است. برای پرسش یگان کسی زبان اشاره رو میدونسته که رو یابید. خوب شده سردارم. چه بوده است معلوم شد؟ در جای شرمی بدنش پنهان کرده بوده است سردارم. این چیست؟ فلش دیسکی 2 گیگابایت. در داخلش چی بوده است؟ سردارم من این چیزها را آنقدر صرفم نمیروم. متخصص این کار نیازی است. بخیر است. بسنده است نیازی. همگی یک نواری 6 دقیقگی است. این را تنها 1 ثانیه‌اش نیز آدم را نیست نابود می‌سازد. شخصی در نوار بوده؟ بله سردار، آدمی مشهور آلکان ارتکین. و طور پنهانی به نوار گرفته شده است یا اینکه؟ بله سردار، با فکرم جناب آلکان شاید خبر ندارد. خیر نوارها اصلی هستند یا اینکه با منتاژ یگان اصول دیگری آماده شده‌اند؟ اصلی بودن این نوارها معلوم نیست. مقصد تهدید کنی البته. خیر شخصیت زنی در نوار بوده رو نیز معلوم سازید. سردارم لبای در داخل فلش دیسک یک چیزی دیگری هم هست. چیست؟ با شما نیز علاقمند است. با من؟ بله. در داخل فلش دیسک بغیر از این نوار باز یک روی خط یافتیم. داخل یک پاپکه در شکل بار در روی خط سر کرده از بعضی کارکنان و آدمان شناخته سیاستمدار تا بیوروکرات‌ها بسیار نامه است. پهلوی بعضیشان علامت جمع است. در روی خط یک نام شناسمان است. پروکورور جناب سوها. خیر با من چه علاقه دارد؟ نام شما هم در آن روی خط هست ولی در نزد نامتون اشاره نیست. یگید با من میم دوه رو یاب. خوب شده سردارم. عادتا صحنه را تیار میکردگی خودی تهدیدگر میباشد. یعنی گفتن میخوای که شخصی که کارچالان ارتکین ارکان را به نوار گرفته است خودی همون آدمی که این صحنه را آماده نموده است. عیناً سردارم. یعنی نوارها را مکان، کامera و همه چیز را خودی تهدیدگر آماده میسازد. خیر تنها برای پول کار کردن تهدید میکند؟ بعضی تهدیدگران از روی سپارش کار میکنند. مثلا گوییم بین دو گروه یگان کشمکشی هست. مخصوصا در تلویزیون و رادیو به این زود وا میخوریم. یک گروه درباره دیگرش برای اقتدار به دست آوردن، برای آنها را مجبور ساختن درباره یگان شخصی مهم که برای تهدید استفاده برده میتوانند پیدا کردن. یا اینکه آماده میسازند. یا اینکه آماده میسازند. بله. یعنی
ба таҳдидгарон супориш медиҳад. боз чӣ? дигар тарафи масъала бошад ба худи таҳдидгар вобаста аст. таҳдидгар барои пул кор кардан инро омода месозад. фаҳмо. хайр, дар бораи воқеаи мо ягит ба ту маълумот дод? бале сардорам. чӣ фикр дорӣ? эҳтимол ҳангоми амалиётҳои пештараатон касеро сахт нороҳат кардед ва ҳамон кас ба ҳамин таҳдидгарон аз болои шумо супориш дод. гӯё онҳо дар даст чизе надоранд, ҳамин хел? албатта надоранд, вале худашон тартиб дода метавонанд. яъне чӣ хел? яъне агар чизе пайдо карда натавонанд, ба воситаи танзим ё ягон роҳи дигар кори набударо чун буда нишон медиҳанд. дар ин давлат ҳам танзимгарон ва ҳам тугмачапахшунони бадандиш хело зиёданд. ё доред аз инҳо 10 сол қабл хело зиёд тайёр карда шуда буд. хуш, дар воқеаи мо шахси супоришҳоро мегирифтагӣ кист? як лаҳза. ҷаноби кузей, маро бо номам гирифта муроҷиат намекунанд. намедоним агар. бубахшед, хаткашон наомад. дар боғ дар бардоштани таҷҳизоти электрониро манъ кардам. фаромӯш кардаим агар? медонӣ ин чист? гӯшти аст. бихӯр инро. ба ту гуфтам бихӯр. аблаи беҳунар, гӯй мошинамро омода созанд. барои занг задан ба шаҳр меравем. лабай, рӯз бахайр. шумо кистед? чӣ хел шумо кистед? чӣ хел шумо кистед? одаме аз ҳама лаҳзаи хушбахтии ба навор гирифтаро нашинохтем агар? бинед, пули талаб карданатонро ҳанӯз омода карда натавонистам. $700,000 пули кам нест. 700 бароям пули мағзу чахс. имрӯзҳо мавҷи буҳрони молиявӣ моро маҳв кард. ман ба инаш зиқ шудам, лекин нарх боз каме зиёд шуд. 1 миллион шуд. вагарна маҷбур мешавам ки наворҳоятро ба ҳамаи шабакаҳои интернетӣ равон созам. стораи соли филмҳои бешармӣ. илтимос, илтиҷо мекунам. ҳоло вақте ба ман додаатон нарасидааст. 1 ҳафта гуфта будед. баъзе чизҳо тағйир ёфтанд. имрӯз доданам ғайриимкон аст. илоҷ надорам. танҳо 1 соат. имрӯз шояд полисо оянд барои зиёратам. ин ба корамгон халале намерасонад. агар ба онҳо ягон чиз бигӯӣ, ба гӯшам албатта мерасад. инаш бароят худ намешавад. бовар кун, ва боз ҳам бадтар мешавад. он вақт алмоси қошуқшедро ди ҳам фарқе надорад. агар ба полис хабар диҳӣ, дон ки наворҳоят дар интернетанд. намедонам фаҳмонда тавонистам ё не. аз хотири набарор танҳо 1 соат вақт дорӣ. ақаллан то шом иҷозат диҳед. ҳар майлаш то соати 6. баъди 6 дар интернети дарё дор. алло, алло, алло. چی کار کرده ایستاده‌ای؟ عکسگیری را دوست می‌داری؟ خیلی خوب. لیکن من هیچ دوست نمی‌دارم. шукр кун ки суратгирак рақамӣ нест. вагарна бо суратгиракат ба дарё мепардохтам.
одамони ба санъат бетарaf буда бисёр аст. Ҳамин хел не? مطابق این نقشه ها سردارم. بیا. خواستم ساعت با آلکان ارتکین بخوردن را معین کنم ولی کاتبه‌اش گفت که قبول کردن نمیتواند. خوب. این طور باشد ما همچون مهمان ناخوانده می رویم. بله همین طور سردارم. ممدو تو نیز اگر درباره همان شیف مخفی معلومات پیدا کرده توانی زود به نزد ما برگرد. خوب گرگ کدام جنگل بودنش را دانیم. خوب سردار پروا نکنید. به این هم یک چند نفر به این کار مشغولند. از متخصصان همین ساحه میپرسم چی بودن مال و کی بودن شیفش را میفهمم البته. خوب. یگید رفتیم. خوب شده سردارم. جنوبی آلکان شما را قبول کردن نمیتواند. به رخصت به جای در آمدن رو نمیپسندم لیکن برای جنوبی آلکان وضعیت بسیار عاجل است. اما از این نوارها خبر دارید جناب آلکان؟ و شما میگویم جناب آلکان از این نوارها خبردار بودید؟ شما رو تهدید نمودند؟ بیا جناب آلکان ما اینجا برای شما رو شرمسار نمودن نآمدیم. برای دستگیر نمودن آدمانی پستی که شما رو به این دام گرفتار نمودن آمدیم. ولی به ما یاری دادنتان لازم. به شما زنگ زده گفتم که چیز نگویید همینطور نه؟ همینش را حقیق دانید. اگر گپ نزنید تا دمی که نوارها در دستی او هستند شما غلامی هستید. خواهید تمام پولی از شما طلب کرده‌اش را دهید. با یک شخصی بد اخلاق سر و کار دارید. از شما برای همان نوارها بار دیگر پول نپرسیدنش را کفالت داده میتوانید. اما اگر گپ زنید برای او را دستگیر کردنمان شما با ما یاری. اگر به شما گپ زنم در بین یک ساعت نوارها را به شبکه‌های اینترنت میدهم. او را میشناسید؟ نه تنها یک دو بار زنگ زده بود و خلاص. و همچون خط الکترونی از همین نوارها یک چند رسم روان کرده بود. از شما چی مقدار پول پرسید؟ خیلی زیاد. خیر دادید؟ باری آخر کی زنگ زده بود؟ شما ناآمده تقریبا یک ساعت پیشتر. اصلا یک هفته مهلت داده بود. امروز زنگ زد و پول را تا ساعت 6 پرداخت کردنم را فرمود. لیکن عجیبترش پلیس آمده میتواند گفت. اگر با آنها گپ زنی همان زمان در اینترنت پخش میکنم گفت. از این میبرد که خط برگ را دستگیر کردنمان را میداند. از او همیشه یک قدم پیش بودنمان لازم. چه خیلی خط برگ؟ آرام شوید جناب آلکان. شدنش غیر امکان است. من اویله دارم. اعتبار دارم. زنی در نوار بوده را میشناسید؟ نه. وقتی به انقره رفتنم شناس شده بودیم. با تجارت بین الخلقی مشغول بوده است. با تجارت مشغول بودنش نیق. نامش رو میدانید؟ پلین گفته بود لیکن نسبش رو نمیدانم. نبه خوب مایدش. بعد از گرفتن اجازت های لازمه بچه از گروه تکنیکی درها رقم های به شما زنگ زده رو تفتیش کرده میبرند. خواطر نشوید. و حریفی خطکش رو میابیم. پیش از ساعت 6 او رو یافته میتوانید؟
бачаҳои зизанӣ дар намурбударо ёфтам. биё ба дидани ӯ равем. итоат сардорам. یعنی همین خیر؟ بله جناب. پلیس بودنش رو فهمیدم. حتی خوش؟ یک دوشون از روی خطی سپارش فرموده شما بوده است. کی بوده است؟ سردار قسم تقویت امنیت نجیب یلمز. در خاطرم هست این نام. گفتگی بر این آدم را کی سپارش داده بود؟ خیر، بلا با پسش اکنون از این سپارش خلاص شد. حالا زیر نظری من است. اما اول با همون الکن مسئله ما رو حل کنیم. مسئله منیکینمون چی بود نامش؟ بوکیت بود؟ با او تماس گرفتی؟ گرفتیم. لیکن افسوس دیگر باره با او به تماس برآمده نتوانستیم. زیغ شدم. بوکت پامیر 2-3 ساعت پیشتر فکر میکنم که او را بوغی کردند. این حریف هر کسی نباشه تمام معلومات ها رو سری وقت به او برده میرساند. سردار از برخالته زن یک کارت تلفنی برآمد. انا همین. این روزها کارت تلفنی استفاده میبردگی هم است مگر؟ سردارم، حجرچه های تلفنی عمومی هستند. اگر شخصی زنگ زننده ناعیان و پنهان ماندن خواهد، یگان راه انتخاب کردهش بودگی است. بله درست. اما این هم یک کارتی است که در داخلش چیزی دارد. همین خیلی نه؟ درست است سردارم. از روی این کارت به کجاها زنگ زده شده است فهمیده میتوانید؟ البته. خوب شخصانی به زیارت زن آمده را جستجو کنید. نام یا نواری و با این کارت به کدام رقم ها زنگ زده شد روی خط همش را یابید. اطاعت سردارم. لبای ممدو. خوب. سردارم ممدو با شما بخوردن میخواهد. خوب. بیا رویم. این عکس سال گذشته در بلغارستان گرفته شده است. از همه صورت نوترینش همین است. با نام فیش ایوانی بیرو یا اینکه دستپوشی سفید مشهور است. نام اصلیش کوزی اونسیوان. تا سال 1981 در تشکیلات انکشاف کار کرده است، لیکن سال 1981 از سببی به شرق درباره ترکیه معلومات فروختنش آشکار شد و در اصل درباره ترکیه جاسوسی کردنش نیز معلوم شد و از وظیفه سبکدوشش کردند. هنگامی در وظیفه بودنش قریب که از هر قشر جامعه شخصان آبرومند را با راهی غیر قانونی بدنام کردنش نیز آشکار شد. هنگامی که از بالایش پرونده جنایی گشوده می شود، از مرکز جمهوری می گریزد. چرا با ما این حریف نوبکار را نقل کرده شده؟ زیرا عادت بدنام کنیش خاتمه نیافته است و با موضع دیگر گذشته است. و کار تهدید و اغواگری؟ بله، کامراهای پنهانی، عکس برداری و غیره. هم برای خود و هم از روی سپارش کار میکند. حریف صنعت تهدیدکاری ساخته است گویی؟ درست سردارم. در مسئله ما شخصی گمانبر شده اصلا همین حریف نوبکار است. از روی گفته های رفیق متخصص همین کار، گمانبر اولین درجه اوست. وقتهای آخر از جانب بعضی گروه ها با او سپارش های تهدیدسازی آمده است. به این هم در دستش ارشیو کلانی هست. وایگاری تهدیدسازی؟ بله، از صنعتکاران مشهور سر کرده تا بعضی آدمان منصبداری دولتی. برای استفاده بعضی هایشان زمانی موافق ترین رو انتظار است. نتیجه؟ نفهمیدم سردار. یعنی این معلومات های دادگیت به ما و شما یگان فایده میارد؟ یعنی در خصوص عینی حال در کجا بودنش معلومات عمیق داریم، پس او را دستگیر کرده میتوانیم؟ افسوس، زیرا چنین یک آدمی که با کامرا و تجهیزات گوشکنی سر و کار دارد در خانه‌اش تلفن استفاده نمیبرد. حتی در جایهای بودش استفاده یگان نمودی تجهیزات الکترونی رو اجازه نمیدهد. بیماری واهمه داشته است. ترس چاکن زیر چاه. عیناً همین سردارم. یعنی حالا جایش رو نمیدونیم؟ نه. خطی علاقه که به کارشالان الکن زنگ زده بود معلوم شد؟ بله سردارم. یک تلفن موبیلی که تنها یک بار استفاده شده است. از نزدیک‌های ساحل نزدیک پول زنگ زدن. تنها همین.
و موج نیز در آنجا خط گردیده است. سراسیمه‌ها از عقبش نشانه‌ای می‌گذارند. این حریف نشانه‌ای نمونده است. هیچ گپ نه. اقلا حالا در استانبول بودنشو میدونیم. همین خیلی نه؟ این هم برده کار. یگید با جنوب الکن یک زنگ زن. همون آدم بار دیگر زنگ زده باشد. کوپورس. اطاعت سردارم. الو؟ نشانه اینترنتی که فیلم‌های بی‌شرمی را تماشا کرده می‌توانی گویم؟ نفهمیدم. من فکرم بسیار هم خوب فهمیدی. حالا در اینترنتی تقریبا به 100 شبکه اینترنتی نوارهایت را رها نمودم. به روزنامه‌ها نیز مکتوب‌های الکترونی فرستادم. البته 7 میلیارد آدم تو را تماشا می‌کنند. ایستید. التماس. در راه. جناب سوها به شما مکتوب اومده است. بالای میز گذار. لبای. روز بخیر جناب پروکورور، چخیل هستید؟ با کی گپ نزنم. کی بودنم مهم نیست. چخیلی که از آوازتان میفهمم ظرفی روان کردم را هنوز نگرفته اید یا نکشاده اید؟ کیستید و چی میخواهید؟ یعنی کشاده اید. راستی که به سالتون نگاه نکرده و نیرویتون حیران شدم. تو با کی گپ زدن با کی رو تهدید کردنت خبر داری؟ البته جناب سوها برگمن، در بارتان آنقدر چیز میدانم که کی پای شما و شما پای کی را زیر کردنتان را خوب میدانم. خیر، این حالا مهم نیست. در امنیت در قسم تقویت شخصی زیر پرسش بوده هست. میخوام که او را رها کنم، وگرنه نواری رسمای فاجعه آوری که در دست داریم به جایهای لازمی روان میکنم. جزای تهدید کننده رو میدانی همین خیلی نه؟ باز در موقعی من بوده. مایلش پرونده گشای جناب سوها، من راضی. همه فهمد به من هیچ فرق ندارد. به جا آوردنی خواهشم را زیاد نبرارید. درخواستم را اجرا کنید. در امان میمانید. الو؟ 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 بله، باز یک ماهی کلان به شست افتاد. کسی به نظرم ندارد. تلفنم پیوست نکن. الو جانکم. لبه جانکم. در کجایی؟ با دخترت به خرید کنی بر اومدیم. از من گویا نشنیدی. برایت یک گلسوک عجیبی گرفتم برای زاد و روزت. الو مرا میشنوی؟ میشنوم. یک سفری غریب چش داشت بر اومد. سفر؟ خودم زنگ زدنی بودم. سفر؟ چیه سفر جانکم؟ این ما به هیچ کجا رفتنی نبودیم. گوش کنید خانم، با جناب الکن وا خوردن ما لازم. گوش کنید جناب،
ба шумо гуфтам ки дар омадан наметавонед. ҳатто бо телефон ҳам гап зада наметавонед. ин ногаҳон шуд. як занг занам гуфтам. ҷонакам, ба гузод рӯзат аст. ҳамрӯз ҷашн намегирӣ магар ба куҷо меравӣ? ба дур. худоё, ба гур нестӣ? эҳтимол буда наметавонам. маро мебахшӣ. оим чӣ гуфтагияд? аз куҷо баромадин гап? аз рӯи одат. пеш аз рафтанам. охир ту пештар ин хел одат надоштӣ-ку? сераб, туро бисёр ранҷондам. ҳимати ту ва оиламро надонистам. илтимос маро бубахш. муболиға накун, алкам, ба хайр аст. овозат кимчил. вай, каме шамол кашидаам хаёлам. хайр, то дидан. сабр кун, ақалан ба куҷо рафтанатро гӯй. хомӯш карданам лозим. истед, ба шумо гуфтам ки дар омадан мумкин нест. ман бошад оҷил аст гуфтам. ман аз қисми тақвият омадам. сардори амният начи билмас. оҷил аст мегӯям, намефаҳмед? бо ҷаноби Алкан ҳатман суҳбат карданам лозим. гӯш кунед. аз куҷое ки набошед, касе ки набошед, ҷаноби Алкан нороҳат шудан намехоҳанд. خواهش میکنم خانم شما آرام شوید. برای ما 2 چای فرمایید. جناب الکان، جناب الکان، ایستید. آرام شوید. نزدیک نشوید. جناب الکان، حیاتتان رو فکر کنید. حیاتم ماند مگر. میدانم شما را باز تهدید نمودم میخیلی، لیکن با ما کمک رسونید. او را دستگیر میکنیم. دستگیر کنید یا نکنید دیگر فرق ندارد. مرا در تمام دنیا شرمنده کرده است. نوارها را به اینترنت داده است. پگاه دخترم، رفیقان دخترم، همسرم و گرد و اطرافیانش همه‌شان همان نوارها را میبینند. لیکن برای دیگران فرق میکند. قانون است، عدالت هست. با من کسی یاری کرده نمیتواند. ما یاری داده میتوانیم. بیایید تپانچه را به من دهید. نزدیک نشوید. ملش تنها صحبت کرده ایستادیم. صحبت کردن نمیخواهم. بینید چه روزی خوب است. چقدرش که هوایی که خوب نشده بود. روزی خوب. هر انسان خطا میکند. هر کس در زندگی پیشپای خورده میافتد. بعضا برای خیستن میرفتیم. مهمش بعد از رفتن زود خیسته توانستن است. همین خیلی نه؟ بیایید و پا خیزید. همش خوب میشود انشاءالله. جنابی الکان، فاطمه خانم چرا ایستاده اید؟ آب بیارید آخه. حاضر. نامه؟ چی؟ کی اجازه داد؟ خوب. کی بود سردارم؟ پروکورور جناب سوهر ها نمودن خطکشانی کار و گنگ را طلب نموده است. آخر سردارم هنوز یگان کسی زبان اشاره را میدونسته که را نیافتیم که او را بازپرسی کنیم. جناب سوهر نیز در همون خط بوده میخیلی؟ بله سردارم. رفتیم. بیرون برو با مهمانمون یک قصه میگویم. لیکن جناب این آدم کر و گنگ است. خودش آدم است که قصه را گوش میکند.
همین دستپوشک ها رو میبینی؟ تا امروز دستپوشک های سفید پوشیدنم را همه مزاح میکردند. سببش را تنها به تو میگویم. کاش شنوا میبودی. خب وقتی که در تشکیلات دو طرفه کار کردنم معلوم شد، از ترکیه گریختم. با کجا رفتم؟ البته به دولتی که معلومات و وطنم را فروختم. آنجا مرا چه قبول کردن تصور کردن نمیتوانی. با خود رئیس تشکیلات آن دولت رو برو نشسته خوراک خوردیم. بعد مرا به یک جا بردند، به یک تهخانه. در تهخانه مثل همین اکواریوم یک چیزی بود. رئیس، شخصی که وطن خود را فروخته است ما را نیز فروخته میتواند. به تو چنان یک نشانه مانیم که به دوباره فروختن عقلت نرسد گفت. و بعدا آدمانی در نزد بوده دستم را به اکواریوم انداختن. اکواریوم با آب پر نبود، البته با کسلاته پر بود، عیناً مثل همین. بعد که دستانم به چنین حالت آمدن به دست پوشک پوشی شروع کردم. لیکن سبب اساسی پنهان کردن سوختگی های دستم نه. با این دستان بسیار کارهای افلاس کردم، بسیار. تنها با دست پوشکی سفید گشته می توانستم. بسیار پر احساس شد خیالم. بله دوستم، قصه من همین قدر. بعد از این قصه تو سر می شود. سبب این کار رو دوست نداشتنم همین است. همیشه دست پوشک ها را عوض کردن لازم است. سردارم، شاید عملیات ناگهانی گذرانیم، زیرا که فرصت خیلی تنگ است. سردار، کارت تلفنی در حجره آن زنی در نوار بوده ای که با آن کارچلان جناب الکان تهدید شده بود تشخیص کردیم. نتیجه؟ همه رقم های زنگ زده آن زن را معلوم ساختیم. تنها یک تایش شبهه به میان آورد. در یک جای عجیبه، در انبار. خیر، عملیات را سر کنیم. برای این اجازتنامه جناب سوها لازم است و فکرم او را شخصا باید زیارت کنیم. تو اینجا مان. خوب شده سردارم. درآمد گپ سردار، نوارهای جناب الکان را توسط اینترنت دادند. یک چند شبکه‌های خبری نام او را از نوارها گرفته، حتی رسمای کوشینکوری پهن نمودند. حریفان ناکس. خیر، نوارها از کجا آیند مگر یافته نمی شود؟ اولین بار با کدام شبکه اینترنتی روان کرده شده باشد از روی آی پی همان کامپیوتر یگون چیز دریافت کرده میتوانیم. بسیار خوب. یکی تو با نیازی با این کارها مشغول شد. اطاعت سردارم. من به نزد جناب پروکورور میرم. تمام. رفتیم. باز یک مسئله دیگری هم هست. نه، قطعیاً نمیشود. جناب سوها، گوش کنید. در وی انبار آید آن دسته تهدیدگران بسیار چیزهای مهم پیدا کرده میتوانیم. نجیب سردار، لطفاً به خود آید. با کی گپ زدنتان را میدانیم. به یگان دلیل باوری آور به شما اجازه داده نمیتوانم. من هم مسئولیت دارم. من نترس شما نیستم. درست میگوید جناب. تنها برای قانع نمودن مقصدم میپرسم. خط برک رو رها نمودید. چرا؟ جناب سوها، با شما اینقدر کار کردیم. الکی با شما همکار به حساب میرویم. از روی صمیمیت یک چیز رو میپرسیدم. شما را نیز تهدید نمودن؟ چی گفتن میخواهید؟ کردگی هایتان رو من داد کرده نمیتوانم. دیگر که رضا داده نمیتوانم. بیهودگویی نکنید و لطفاً روید. از لباس های خط برک، یک فلش دیسک نوارها با تهدید کارچلان الکان ارتکین و یک روی خطی برآمد. شما میفهمید؟ میدانید؟ این به مسئله‌مان چه علاقه دارد؟ در وی روی خط نام شما نیز بود.
نجیب سردار لطفا برایید با یک مرافعه سعودی رفتنم لازم. اجازتنامه‌تان رو انتظار می‌شوم جناب صاحب. با وی آن بار تنها با اجازتنامه شما در آمده می‌توانید. حیات آدمان دیگر را بیاندیشید. سلامت باشید. سلامت باشید. از روی رقم‌های آی پی تهدیدگر نوارها را با اینترنت از کدام کامپیوتر روان کردنش را یافتند. از تلکام معلومات گرفته شد. سراغ اینجاست. عجبا این کجا باشد؟ بچه ها از روی سراغ جای میرستگیمان یک اینترنت کافه است. بله سرکمیسر. یکی اتان با من آید، دو کسی دیگر اتان بیرون را تفتیش نماید. اطاعت سرکمیسر. اومدم سرکمیسر. آنا در نزد همین کامپیوتر نشسته بود. رفته. آیا همین است؟ کامپیوترها را یک مدت برای تفتیشات گرفتن اما لازم. البته. گرفته. کامera کار میکنه؟ بله سردار. بسیار خوب. از آنه که به اینترنت پیوست شوی از همین کامپیوتر عملی شده است و وقتش نیز معلوم است. ما با سطح‌های کامera نظر کرده میتوانیم؟ البته میتوانم. توسط همین کامپیوتر خط رو روان کرده است. است. سردارم کامپیوتر به ساعتی پیوست شده معلوم شخص باشد همین است. شخصیتش را معلوم کرده توانستید؟ هنوز نه ولی جستجو داریم سردارم. از اینجا معلوماتی پیدا میکنیم. لیکن مرا چیزی دیگر به اشتراک میارد. چی سردارم؟ در هر مسئله از جناب سوها اجازت گرفتنمون لازم. خیر در اینجا چه مشکلی هست؟ جناب سوها به هر حال چه خیلی که نباشد اجازت نامه میدهد. خوب من میروم. نه رقم تلفن موبیلی همون الکان ارتکین رو شما داشتید؟ ها سردارم. مرحمت. چیکار میکنیم سردارم؟ وقتی ایستادن نیست. با پیش قدم زدن نتوانیم هم در جای ایستادمان میجهیم. چرا سردارم؟ چرا؟ همین در جای ایستادهمان جهیدن؟ چی گفتم میخوایی؟ آخر چرا می ایستیم؟ رفته گیریم همان انبار را. چرا میترسیم سردارم؟ پلیس بودن ما رو فراموش نکن. ما راهزن نیستیم. فکر میکنی که من احساسات تو را نمیفهمم؟ چرا پلیس التهاب زخمی میده میشود؟ چرا؟ قانون‌هایی هستند که باید رعایت نمایی و دلت سنگ میبندی و انتظار میشوی. انا از همین سبب صبر فعالانه انا همین است. ای کوهلان تا آن دمی که در دنیا اینقدر بیشرف و بیناموس هست من چه خیلی باصبر شوم ها؟ اگر دانی تو بگو. نیممک خدایا التجا میکنم یاری ده. نیممک چی قوقا میکنی؟ یگان واقع شد مگر؟ نیممکت نمورده اصلا میبینی؟ چی شد اماکی؟ اماکی نه امک یک میزنم کی؟ فهمیدم حالیم نامختی
аммо ман чӣ хел ба хона меравам, чӣ хел байни мардум мебароям. ташаккур ба шумо, ҷонамро халос намудед. ман танҳо ҳаёти як касро, яъне шуморо наҷот додагистам. бале, додагистам. шумо ҳаёти 500 касро наҷот додан намехоҳед магар? 500 кас? хуб чӣ тавр? наим амак, охир ба ягон беморхона мерафтем? не, ҳама мегузарад. ҳама асос. ва ман нигоҳ кун. ва ту як чизе мегӯям. Шин инҷо шин. хашм ақлро мекушад, фаҳмидӣ? хашм ақлро мекушад? ҳа, Югитҷон, худатро ба даст гир. ба ин тапонча нигоҳ кун. инро чӣ мегуфтӣ? зулфиқор? зулфиқор. дидӣ, ин тапонча номи муборак доштааст. ина бо адолат истифода бурдан лозим. танҳо ба зидди золимон истифода бурдан лозим. набошад шапоти бихӯрӣ. нафаҳмидам амакҷон. гир маро паррон. охир шумо чиҳо мегӯед амаки? ана инро дидӣ, ҳозир ба каллаат мезанам. гир паррон. амак, шумо девонаед магар? бача, гуфтам ки паррон. ин фақат золимонро мекушад. кане бин, ман золим ҳастам ё не? ман аҷаб шӯхие мекунед шумо амак. кане бинем, шояд ту золим бошӣ. амак, чӣ кор мекунед? истед? натарсидӣ ку? барои худам наметарсам амак. шумо қотил мешавед, гуфтам метарсам. гапа бинеда? паронед набошад. бе ҳамин ҳам девона ҳастед ва зери панҷара гирифта наметавонанд. ман ҳам аз ин дунё халос мешавам. паронед. тайёр ҳастӣ? паронед амак. тапонча пур аз дидӣ ё не? паронед амак, паронед. золим набудаӣ? охирин чӣ хел? фикр карде ки каромат аст? лекин не. чашм бандӣ кардам. тири дар он ҷо буда? ана дар ин ҷост. амак, ин тир чӣ хел баромад? инро фаромӯш накун. барои истифодаи ин тапонча дар доираи адолат буданат лозим. аз доираи адолат берун набаро, фаҳмидӣ? вагарна шапоти зулфиқорро бихӯрӣ. тапонча гир. ой бача, дар ҳар ҷо напаррон. оқибаташ бад мешавад. ҳар кор вақту соат дорад. яке ба ман мерасид. ой мусулмон, яке мемурдам. чӣ мешуд? охир магар худатон ин тирро аз дохили тапонча нагирифтед? ин дигару вай дигар. ҳоло ҳам нафаҳмидӣ? ҳамааш ҳамин қадар. ҳаётам тамом шуд. ҷаноби суҳай, зиёда аз 500 каси дигар дар чунин вазъиятанд. ин одамон ҳар касе ки набошанд, бояд онҳоро зуд дастгир намуд. медодагиатон танҳо як иҷозатнома. алё егит, прокурор ҷаноби суҳай иҷозат доданд. гурӯҳатро омода соз. дарҳол амборро кобед. дарҳол. бачаҳо, дар назди дари амбор 2 кас ҳаст. силоҳдор буданашон аз эҳтимол дур нест. тамоми атрофи анбор муҳозира карда шавад. бехатари анбор таъмин карда шавад. бачаҳо, рафтем. полис, ба замин! зуд! аз ҷоят наҷум! хоб шудааст. кушо дарро! наметавонам ака, бача кача дорам. кушоям, мурдам. кушо абла! бачаву кача дошта бошед, дар ин ҷо чӣ кор мекунӣ?
بچه‌ها شما هر دویتون به این طرف. دو کسی شما باشد به اون طرف. سردارم انبارو گرفتن یعنی همین خیل؟ بله شف. در سری عملیات کی بوده است؟ سردارشان کیست؟ یک سرداری در روی خط بوده. از این میبرد که وی پولیچه که حریفا او را نابود کردنی بودن چارمغزی قوی بوده است. نفهمیدم وی پروکوروری پرسیده را چه راضی کننده است. همه جزایش را میبیند. ماشین را تیار کن. آزان شما کیستید؟ آدمی که وقتهای محرمانه ای تو را میداند. گوش کنید، درباره آن مسئله هر چیزی که از دستم میآید کرده ایستادم. سوزن کامیرا؟ چرا؟ تو هم به کاری من چشم دوختی مگر؟ گوش کنید، من خبرهایتان را پهن کردم لیکن هنوز نتیجه دلخواه نداده است، ولی میدید از روی تجربه 25 سالم میگویم. امشب برای تو نآمدم. پپکه را بگیر. برای تو آماده شد. چی میخواهید؟ در پپکه معلومات های لازمه هست. امروز امنیت مرا بسیار خفه کرد، خصوصا قسم تقویت. چندین وقت است که سردارشان را میکافتم. آدم اقلا یک تا هم خطاگی ندارد، لیکن دلی نرم و ملایم دارد. ما هم به همین جایش میزنیم. برای نیست نابود کردن این آدم هر چیزی لازم باشد بکن. در پپکه معلومات مفصل هست. انیقش را به من گویید. کارای همه وقت را اگر گفته‌تان را اجرا کنم؟ میدانی که پیشتر درباره تو بعضی معلومات ها فاشیده بود. با این کار مشغول شده تو را خلاص میکنم. حالا باشد همچون اضافه همه کارهای مرحمانه را به تو هدیه میکنم. کسی هایت، صورت هایت ابدا از تو میشوم.
تماشابینان محترم، برای کودکانمان که آینده مایند مجبور شدیم که این خبر را پخش کنیم. باوری داریم که شخصان مسئول بعد از این خبر به خلاصه می آیند. این است حقیقت امشب. تا واخوری آینده با امید دریافت حقیقت های نو طرفدار حقیقت باشید. شام بخیر. بله خانم. جناب اوزن برای برنامه حقیقت ها از سردار قسم تقویت نجیب یلماس از سبب عملیات های پربراری در وقت های آخر گذرانیده‌اش درخواستی مصاحبه دارد. بله خانم. خوب، من برای درخواست مراجعت میکنم. بعد از شما خبر را انتظار میشویم. همین خیل. خوب، تشکر. درو. جناب اوزن برای مصاحبه آمدند. خوب، بعد از 2-3 دقیقه دعوت کنید. تستر این کار را انجام دهیم. کارمان به این هم زیاد است. بیا یکی. خوب حلیمه، برآمده میتوانی. اجازه دهید. سردارم، برای گستاخی دیروزم عذر میخواهم. بیادابی کردم. تو رو بسیار خوب میفهمم میگیتم، چون که تو با احوال 10 سال پیش بوده من بسیار مانند هستی. خوب، از پسی کارت شد. فهمیدم. اطاعت سردارم. جنابی اوزن، این پرداز با من نمیزیبد. نه برعکس، چهره‌تان گرم میتابد. جناب نجیب، اصولی کار ما چنین است. این رپورتاج همچون شناسایی با کاربار ما میشد، میتونی؟ البته. زیرا برای تشکیلاتمون این یک روش سنجشی میباشد و موفق هم میشویم. از طرف خلقمان شناخته شدنمون نیز از هر جهت خوب میشود. بله جناب نجیب، مقصد ما هم عیناً همین است. ما هم با برنامه‌هایمان همیشه طرفدار امنیتمان هستیم. اگر آماده باشید آغاز کنیم. سر میکنیم؟ آغاز میکنیم. اگر خواهش کنم خانم می برآمده باشم. مایلش حلیمه، تو در بیرون انتظار شو اگر خواهی. دقتمان را پریشان نکنم میگویم. سه، 2، 1. ثبت. حالا ما در بینای شعبه تقویت وزارت امنیت که با طرز سنجشی تشکیل شده است حضور داریم. شعبه تقویت در مدت کوتاه با موفقیت‌های نظررس نائل گشته است. این هنگام مهمان ما سردار شعبه نجیب یلمیس هستند. روزتان بخیر جناب. روز بخیر. میبینم که کامیابی‌هایتان زیاد است. تشکر. خصوصا تا زمانی که از بالایتان در نیوشهر پرونده گشاده بودند. خطا نکنم همان وقت شما یک پروکورور روشن فکر را دستگیر کرده بودید. جناب اوزن، درباره قسم تقویت صحبت نمی کردیم اگر؟ بعد از شما را خوبتر شناساندن جناب، لطفاً ادامه میدیم. با اجازت شما درباره موضوع صحبت کردن نمیخواهم. درباره قسم تقویت صحبت کردن میتوانیم؟ جناب، صبر دوام دارد. هنگام دستگیر نمودن همان پروکورور شما را به مرافع سودی کشیده بودند و به این سبب بالا رویتان در منصب خلل‌دار شده بود. حالا به جای آن که مدیر امنیتی درجه 4 باشید، سردار یک شعبه هستید. چرا چنین حادثه رخ داد؟ چرا یک پروکورور روشن فکر شناخته ناحق دستگیر کرده شد؟ اولا همین را قطع کنم که فسخانه را دوست نمیدارم. اکنون به سوالاتون برگردیم. پروکورور ذکر شده با بعضی کارهای افلاسی به مانند تمجویی دست زده بود. آید همان مسئله در دست دلیل ها نیز داشتیم و همان پروکورور را به همین هم موافق قانون از روی تعیینات یک پروکورور دیگر دستگیر کردیم.
баъд он шахс ки то он дам мисли гуфтагии шумо дар бораи муосирият ягон бор сухан наронда буд. аз ин сабаб баъд аз дастгир шудан ба маъни довкуниҳои аҷибе шурӯъ намуд ва дар як сухтуре ки сабабашро ошкор карда натавонистанд, ҳамаи далелҳо оиди ҳамон прокурор сӯхта нобуд шуданд ва парвандаро аз сабаби норасоии далел маҳкам карданд. баъд аз он шахс аз рӯи ман шикоят кард. дар амният низ аз болоям парванда кушода шуд. аз давораҳо ёфтам, аммо аз тарафи идора аз сабаби то ҳол номаълум гунаҳгор дониста шудам ва дар рутба мавқуф гузоштанд. мо ҳам нисбати идора эътироз баён накардем ва ба корамон давом дода истодаем. ҳоло илова бар ҳамаи нақлҳои кардам зидди арзишҳо демократикунонии давлат сухан гуфтанамро интизоред. қасдатон ҳамин аст муҳтарам Озан Динчер. ба худ оед лутфан. баръакс ман ҳамчун коркуни амният ва мисли арзишҳои демократия бар ин арзишҳои дунявӣ ва идорае ки ҳимоягари адолат аст тақрибан 16 сол хизмат мекунам. ҳоло ба масъалаи асосиямон, яъне ба саволе ки ба қисми тақвият дахл дорад гузашта метавонем лутфан? عذر میخواهم جناب، من شما را رنجاندنی نیستم. اگر خواهید چیزی که گفتید درباره شعبه‌تان صحبت میکنیم و ما کمی درباره شعبه تقویت معلومات میدادید؟ البته قسم تقویت از جانب وزارت پروکورور ذکر شده و بعضی کارهای گذارم اینها را به اول بیار. شد شدیست کمی پیشتر گیر. زیدی ارزش‌ها دموکراتیک دولت سخن گفتنم را انتظارید. قصدتان همین است محترم آزان دینچر. به خود آید لطفاً. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت سخنم را انتظارید. از اول و آخرش کمی میپرتایم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. آخرش را تازه کن. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. عالی جناب. خیلی خوب. اکنون آن را تکرار کنم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. آبادی بهترین. چه گفتی؟ اوکی روز ما میتونستیم در خانه تماشا کنیم. نه اکا دکان مساید اینجا خوبتر است. بسیار در هیجانم. رانا را تعریف کردید که مشهور شده ایستادگی گفته. شما هم مشهور میشوید. تا بعضا از کجا میبافین سخنان رو؟ من نه، تقویت درباره قسم تقویت میباشد. افتی مرا کی به یاد میارد؟ نه سردارم، این چیزی اندک نیست. ریتینگ برنامه آزان دینچر خیلی بلند است. انا بینید رانا چی میگوید؟ بسیار زنها هستم که برنامه را تماشا میکنند. همین خیلی نه رانا؟ یا توبه زنش چه علاقه دارد؟ با سر نکن آخر. خواستی که من تماشا کنم، برای همین آمدم. نباشد کارمون به این هم بسیار است. فکری من در کجاست، فکری تو در کجاست؟ حسبی الله. اپا خاموش، برنامه سر می شود. 3 2 1 ثبت. حقیقت ها آغاز می‌یابند. تماشابینان محترم، این شام باز با خبرهای عجیبی که برایتان آماده ساختیم با شما میباشیم. شعبه تقویت وزارت امنیت استانبول که با طرز سنجشی تشکیل شده در وقت‌های آخر کمبودی‌های مهمی زیادی را آشکار نموده است. از این سبب ما می‌خواهیم درباره این شعبه که کارش با برار است معلومات بگیریم. به این مقصد ما به نزد سردار شعبه مذکور نجیب یلمس رفتیم. ایشان از آغاز صحبت با آوازی بلند و جای آن که به سوالهایمان پاسخ دهند با یک طرز عجیبی به مالکیت و جمهوریمان هجوم کردند. اگر صاحب منصبی که امنیتمان به دست اوست چنین فکر کند، پس تقدیر دولت ما چگونه می شود؟ جامعه ما را خطر تهدید می کند. امیدواریم که مسئولین این همه را می شنوند و چاره ها خواهند اندیشید. مرحمت تماشا کنید. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. من زیدی ارزش‌های دموکراتیک دولت میباشم. انقلابی است. پس دیگری است. این آدم گفته‌هایم را منتج کرانده است.
این دولت برایمان از گذشتگانمان امانت مانده است. هر یکی ما باید آن را چون گوهرکی چشم حفظ کنیم. نگذاریم که ایغواگران مفکوره مردمی ما را با عقیده های دشمنانه‌شان آلوده سازد. دشمنان داخلی خفناکترند. بینندگان عزیز، معلوم می شود که ما مار در آستین می پروریم. حریف ناکس. سردارم، این سخنها از دهانتان چه خبر آمد؟ من درباره دیگر مسئله گپ می‌زنم. البته او نیز چیزهای خستگی‌اش را بریده اختصار کرد و در نتیجه همین چیز حاصل شد. این چه گپ است؟ چه حرف است سردارم؟ پس از چند لحظه صحبتمان ادامه می‌یابد. با ما بمانید. عالی! چکل بود محلقا؟ دکمه را انا همین خیل بخش میکنن. همش مات و محبود شده است. سردارم، از روی تعیینات پروکورور جناب سوها مجبور هستم که برای بازپرسی شما را زیر نظارت گیرم. تو چی ها میگویی تیمور؟ تنها فرمان پروکورور جناب سوها را بجا آورده ایستادم. افسوس. ای تو چی کار میکنی؟ ها؟ تو چی کار میکنی؟ یگیت من وظیفه‌اش را اجرا نماید. ابله، مگر در همکاری این ممکن است؟ بگو ابله. من تنها فرمان را. یگیت زود تیمور را سر ده. ما پلیس هستیم، راهزن نه. با قانون از همه بیشتر ما باید حرمت نشان دهیم. رفته میتوانیم. یگیت با خدای کودک نشو. تنها یک نافهمی شده است. این کارها رو خودت میدونی کن. این ولوله و هنگامه ها و کسی لازم است. کسی را به این نوارها احتیاجی بود است. زیق نشو. همش خوب میشود. نجیب دادا جون. زیق نشو دخترم. چیزی نیست. بگاوا میخوریم. دادا لیکن گیره کردن خوب نیست. وادا جدگی میآید. وعده میدیم. کنی بچه ها رفتیم.